که در اوج هستن انشالله بریم از نزدیک دیدن کنیم و بریم بخیر مسجد فیصل. دیگه یاد سهراب جان علودین، فیصل جان، مرید جان عزیزی، فردین مدرس، دیگه فیصل جان قند، دیگه حاجی صاحب سخا، پشت تک تک از این دوستای نازنین، پشت همشان، پیش مشال جان سخا، پیش همگی دق آوردیم انشالله که بخیر دوباره افغانستان بریم و از نزدیک ببینیم. همچنان پشت فامیل ما، پیش مادر جان، پیش پدر جان، دیگه یک شوخی کنم پیش انگیتان، پیش همگی دق آوردیم. دیگه ایجا در اسلام آباد تنها به نام خداوند بخشاینده مهربان. السلام علیکم وطندارای گل و نازنین مهربانم. قربان تک تک شما شم. انشالله که همه شما جور باشین، سلامت باشین و خداوند همیشه شما را کامیاب و سربلند داشته باشه. دوستای عزیز، امروز بخیر تصمیم داریم که بریم بخیر به طرف مسجد فیصل. دیگه خواستیم که مسجد فیصل هم از نزدیک دیدن کنیم. بعض دوستای ما بسیار صفت مسجد فیصل بر ما بسیار زیاد کردن و همچنان فردین جان مدرس که در اسلام آباد بودن و همچنان فیصل جان مدرس بر ما یادآوری کردن که یک بار باید مسجد فیصل بریم. خب دوستای عزیز، میریم بخیر به طرف مسجد فیصل و دوستا و هموطنا و کسایی که افغانایی که در اوج هستن انشالله بریم از نزدیک دیدن کنیم و بریم بخیر مسجد فیصل و یک ویو زیبای مسجد فیصل از نزدیک بخیر ببینیم. شما بیننده باشین دوست. خب بازم خوش آمدید دوستای عزیز. تصاویرهای زیبای را دیدین. ما دیگر روان هستیم به طرف فیصل مسجد فیصل. دیگه بار اول ما است که مسجد فیصل از نزدیک میبینم. دیگه شما بیننده باشین انشالله که بعض دوستای ما، بعض وطندارای ما که در اوجه باش از نزدیک ببینیم، امرایشان گفتگو داشته باشیم، مصاحبه داشته باشیم انشالله از نزدیک. و پشت وطندارای ما بسیار دق آوردیم. دیگه در اتاق بودم، دیگه گفتم بریم یک بار مسجد فیصل هم از نزدیک ببینیم و این درایو بوک کردیم و بخیر روان هستیم به طرف مسجد فیصل. دیگه یک 15 دقیقه راه است از E11 تا اوجه، 15 دقیقه راه است. دیگه ما فعلا هم در E11 1 هستیم. دیگه بخیر تا چند لحظه بعد بخیر میریم به طرف مسجد فیصل. بسیاری از دوستای ما، بسیاری از وطندارای ما مسجد فیصل از نزدیک دیدن. دیگه تمامشان اوجه رفتن، از نزدیک مشاهده کردن. دیگه امروز ما هم خواستیم که بریم بخیر مسجد فیصل از نزدیک ببینیم و با دوستای ما، با هموطنای ما، با کسایی که در اوجه هستن از نزدیک بخیر ملاقات کنیم. گفته بعد دوستای ما کسی خوب دیدن ما نامد، ما بریم به دیدنشان از نزدیک دوستای ما را ببینیم. یاد دوستا و هموطنای ما، از رفیقای ما که نامایشان خنام خدا زیاد است، اگر دانه دانه نام بگیریم دیگه زیاد میشه، باز نام کدام دوست ما از ما فراموش نشه، باز نگویه که چرا نام ما را نگرفتیم.
دیگه یاد سراب جان لودین، فیصل جان، مرید جان عزیزی، فردین مدرس، دیگه فیصل جان قند، دیگه حاجی صاحب سخا، پشت تک تک از این دوستای نازنین، پشت همشان، پیش مشال جان سخا، پیش همگی دق آوردیم انشالله که بخیر دوباره افغانستان بریم و از نزدیک ببینیم. همچنان پشت فامیل ما، پیش مادر جان، پیش پدر جان، دیگه یک شوخی کنم پیش ینگیتون، پیش همگی دق آوردیم. دیگه ایجا در اسلام آباد تناستم دیگه انشالله که بخیر. بعض دوستای ما که در اسلام آباد هستن و بعض بلاگرای ما هستن و بعض رسانه های ما که در اینجا هستن، بعض یوتیوبرای ما که در اینجا هستن، هم مسلک های ما هستن، انشالله بخیر که یک روز از نزدیک ببینیمشان، بشینیم یک بندار کنیم و یک خاطرات جالب خود باشان شریک بسازیم. خب شما دوستای عزیز بیننده باشین، پرحرفی نمی کنیم دیگه. بخیر میریم به طرف مسجد فیصل و شما بیننده باشید. دوستای عزیز و مهربانم، رسیدیم در فصل مسجد فیصل. دیگه اولین بارم است که من این مسجد از نزدیک میبینم. واقعیت که بعض دوستای ما تعریف کرده بودن که مسجد بسیار عالی، مقبول و یک جای بسیار دیدنی است. بالش خب کوههای سرسبز و مقبول. نه هر چیزی جا پیدا میشه. فقط شما را دوستای عزیز امی تمام جای فیصله، مسجد فیصله شما را نشان میتم. من دیگه زیاد گپ نمیزنم، فقط شما دیده برین. शूज देख भाई, जूतों के लिए सारे काउंटर बंद है भाई, अपने जूते साफ اینجا باید شبلقای خدا بتیم. अपने जूतों के लिए, हिफाजत के लिए भैया शूज बैग ले लें। वीर को है ना
دوستا در مسجد فیصل هستیم. بریم دیگه از نزدیک نمایش رو ببینیم. اینجا که باید می شبلقای را باید یا سرپایی های بوده جوانی کوئی بڑا تھیا دفتر بنا دو سر پیشت داشته باش. اینه یا مسجد فیصل. بسیار جای دیدنی، بسیار جای مقبول. نام خدای قدر مردم آمده که به حد و به اندازه جای بسیار دیدنی اسلام آباد. این مسجد فیصل است. در مسجد فیصل علاقمندای خود بسیار زیاد داره، بیننده های خود بسیار زیاد داره و بهترین ویو داره و هر کسی که اسلام آباد میایه مسجد فیصل که ندید بفهم که دیگه ویت اسلام آباد نامده. این هم ویو مسجد فیصل. افغانی های ما ماشاءالله بسیار زیاد از چهار تا بغل. وطندارای ما، افغانای ما ماشاءالله زیاد آمده اینجا. نام خدا بسیار کلان مسجد است. بزرگترین مسجد در سطح پاکستان مسجد فیصل است اگر اشتباه نکنم. من هم چهار طرف مسجد فیصل هم میگردم دیگه. ما دیگه با شما زیاد پرحرفی نمیکنم، شما خودتان بیننده باشین.
میریم اون طرف های دیگر هم با شما دوستا نشان میدیم. خارجیان یا ویو دیگه جای پارکینگ مسجد فیصل. فیصل جان یاده همون روزای بخیر. فردین جان مدرس کی جمعه آمدی خدا سرما اعلام میدادی میگفتی ما مسجد فیصل عکس گرفتیم. بریم ویو های دیگر هم نشانتان بتیم دوستای عزیز. کلگی عکس گرفته رئیس ایجا. آنا شما که دیدین او افغانای ما بودن که رفتن. یعنی هم ویو مسجد فیصل شما بیننده باشین. ویو زیبا را شما میبینید ماشاءالله چی یک ویوه. اون دمونجا پانیپوری مفروشن دیگه برای من نزدیک پانیپوری را ببینیم. یا مسجد خود فیصل اون اینجا پانیپوری است و اینجا میدانی است که بچه ها ساتیری میکنن فوتبال میکنن. اینجا ایسکریم پانیپوری و همچنان شیریخ. یا ویو مسجد فیصل. خب دوستا یا ویو مسجد فیصل. تا دیدار بعد که باز به یک بلاگ دیگه در خدمت شما برمیگردیم. شما رو به خداوند کریم رحیم میسپاریم. شب روز شما خوش. خداوند نگهدار همه.